آغاز طرح جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده از امروز. رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل وزارت سمت میگوید موتورسیکلت‌های بنزینی با بیش از 6 سال کارکرد فرسوده محسوب می‌شوند و مشمول طرح جایگزینی هستند. به متقاضیان جایگزینی 120 تا 150 میلیون تومان تسهیلات بدون سود با بازپرداخت 36 ماهه اعطا می‌شود. طرح اسقاط و جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده در سراسر کشور آغاز شد. برای موتورسیکلت‌های بنزینی معادل 8 میلیون 750 یارانه در نظر گرفته شده. بعد از اینکه اسقاط موتورسیکلت انجام میشه، برای موتورسیکلت‌های برقی 26 میلیون یارانه در نظر گرفته شده برای جایگزینی و اسقاط موتورسیکلت انجام میشه. در کنار اون 150 میلیون برای موتورسیکلت‌های برقی تسهیلات در نظر گرفته شده. برای موتورسیکلت‌های بنزینی 120 میلیون. متقاضیان فرآیند اسقاط می توانند با مراجعه به سامانه nnhk.ir نسبت به ثبت نام موتورسیکلت‌های فرسوده خود اقدام کنند. امکان این رو هم فراهم کردیم که در ستاد نوسازی بیان و مراجعه کنن و ملاحظه کنن موتورسیکلت‌هایی که میتونه جایگزین بشه، میتونن انتخاب کنن، ثبت نام کنن و بعد وارد فرآیند اسقاط موتورسیکلتشون بشن. شرکتایی که برای تعویض اسقاط موتورها اومدن 5 شرکت هستن. هم موتور برقی هستش و هم انژکتور. از 160 میلیون شروع میشه تا 250 میلیون تومان. البته تیر ماه امسال طرح اولیه ثبت نام اسقاط و جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده آغاز شده بود. برای 11 میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده 12700 به اصطلاح صاحبان موتورسیکلت در این سامانه ما ثبت نام کردند. اما چرا استقبال قابل توجهی از این طرح نشده است؟ عدم جذابیت تسهیلات برای راکبان موتورسیکلت منجر به این شد که در ابتدا ترغیب نشن بیان. بنزینی از ما میگیرن مثلا 8 تومن واقعا خیلی پایینه. من مثلا موتور خودم قدیمی هست 86 ولی خیلی سالمه. از 10% اضافه میشه با اون پولی که بعد بدین. یعنی مثلا 120 تومن الان گفتن 130 پس میگیرن. اولش 7-10% بیشتر بعد 2 سال میگم، ولی خب عددش خوبه. ولی اگه تایمش بیشتر بود باز 5 تومن مثلا ماهی 3 تومن اینا بود بهتر بود. بر اساس ماده 11 و 12 آیین‌نامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک باید به ازای تولید هر موتورسیکلت یک موتورسیکلت فرسوده را اسقاط کنیم. درخواست صاحبان موتورسیکلت‌های فرسوده از متولیان افزایش قیمت خرید موتورسیکلت‌های فرسوده و ایجاد زیرساخت برای موتورهای برقی است.